کانال های تریدر خوش اومدین. من توی این ویدیو بعد چند مدت اومدم یه ویدیو جدیدی براتون رکورد کنم. این ویدیو تنها اطلاع رسانیه که شرکت پراپتی اسکم شده و با کلی مدارک براتون من توی این ویدیو توضیح میدم که دیگه شما سمت این شرکت نرید و وقتتون رو تلف نکنید. خب من حدود 1.5 سال 2 سال پیش یه حساب اینجا تهیه کردم. فقط میخواستم که روی حساب ترید کنم و سابقه معاملاتیمو داشته باشم. یه چند تا استراتژی رو روش تست کردم. میبینید روی این حساب من 257 روز معاملاتی داشتم و با ریسک خیلی کم ترید کردم. برام پاس کردنش خیلی مهم نبوده. این حساب تو جزئیات معامله من نشونتون بدم. 1181 من اینجا معامله کردم. حالا کاری ریسک ریوارد و باقی پارامترهاش ما نداریم. و بعد 1.5 سال این حساب به $800 سود رسیده. $10,000 بوده و تارگت سودش پاس شد. بعد من اینجا درخواست حساب مرحله دوم دادم. همونطور که میبینید 257 روز معاملاتی داشتم و 96% هم امتیاز ثبات معامله‌گری بوده که به حساب خودشون که محاسبه میکنن خیلی خوب و با ثبات معامله کرد. خب بریم تو تیکتا که ببینیم اینا چی جوابمون دادن. خب ما اینجا که میریم میبینید من روی این حساب درخواست مرحله دوم رو دادم. چی جوابمون دادن؟ من 13/8 درخواست دادم، 14/8 جواب برام اومده. کار برای گرامه طبق بررسی های انجام شده نحوه گذراندن چالش شما به دلیل معاملات اسپم و ربات یعنی نگهداری معاملات در کوتاه مدت و پی در پی مرتعید نبود و فلان و اینا. یه حساب جدید به من دادن که گفتن رو حساب شما معامله کن. خب من این حساب رو نشونتون بدم. من با مدرک براتون صحبت میکنم، مثل بقیه جا فقط نمیگم اینجا اسپمه. میدونید چقدر من اینجا معاملات زدم. حالا گفتم شاید این به خاطر که بعضی موقع من از اکسپرت استفاده کردم و معاملات رو تیکه تیکه بستم، مثلا خروج تدریجی از معامل کردم یا اون پارچیال کلوز کردم. گفتم شاید اشتباه من این بوده و این گیر دادم و تو حساب جدیدی که بهم دادن بدون هزینه. حالا بریم دوباره تو چالش ها من و حسابم نشونتون بدم. خب دیگه این حساب رو من 14/8 گرفتم. این سایتشون هم مشکل داره، بالا نمیاد. رفرش کنم هم بالا بیاد سایتشون به شما این نشون بدم. خب یه چند بار من رفرش کردم حساب اومد. خب به حساب جدیدی که دادم بیریم داخل قسمت آنالیزش. اینجا سودشو کردم. امتیاز ثبات معامله‌گیری هم 81 و تو تقریبا 2 هفته من حساب پاس کردم، روش معامله کردم و سری پاسش کردم. 37 تا دونه من معامله کردم، معاملات پی در پی و اینا. میریم تک به تک معاملات من نشونتون میدم. خب معامله ناموفق، معاملات موفق. خب این هم اینجا تک به تک معاملات اینجا نشون داده روی چارت. هم من به شما نشون میدم که این هم این حساب دومیه که دادیم لاگین داخلش. خب اول از همه من اصلا روی این حساب اکسپرتی استفاده نکردم. اگه اکسپرت استفاده کردم وقتی موس من روی این حساب میارم اون قسمت پلیس منوالی باید پلیس بای اکسپرت که بنویسه که تو حساب قبلی دیدین نوشته بود و هیچ کدوم از این معاملات من
خروج تدریجی داخلش انجام نده. اینجا ترید هیستوری که این مال قبل تک به تک تریدای منو میتونی ببینید. اینجا مثلا بای زدم، اینجا خارج شدم. اینجا 2 تا سل داشتم که طبق قوانینشون شما میتونی بخونی، اینجور معاملات اصلا اشکال نداره. اینجا من یه بای داشتم، اینجا خارج شدم. یه بای کوچیک اینجا خارج شدم. یه سل اینجا داشتم. شما کل معاملات منو میتونید چک کنید. حداقل 10 دقیقه توی معامله بودم. این هم بر اساس سود و زیان میبینین این چیز منه. حالا برای من خب مهم نبود این حسابش، فقط به شما اطلاع دادم که وقتتون رو توی این شرکت تلف نکنید و بدون هیچ مدرکی حسابتون رو رد میکنم. حالا شرکت دیگه رو من توصیه نمی کنم. اگر شرکتی دیگه رفتم سمتش و پاسش کردم و به برداشت سود رسیدم، حتما به شما اطلاع میدم. و حسابم ببینیم قسمت تیکت ها. یعنی سایتشون هم خیلی لودش طول میکشه. یکی از نکات منفیش هم همین میتونه باشه. خب این درخواست مرحله دوم. خب تریدر رو شما اونجا دیدین که دیگه دقیقا میدونین همون ایراد قبلی رو داده. به نظر من که وقتتون رو روی این شرکت تلف نکنید و اگه میخواین آقا شرکت دیگه برین قبلش هم تحقیقی در موردش کنید. اگر شرکت خیلی خوبی بود من معرفی میکنم. اگرم که هیچی خودتون میتونید تحقیق کنید و در مورد شرکت ها چند جا سوال کنید و از تجربه بقیه استفاده کنید و یه شرکت خوبی پیدا کنید. خیلی ممنون این ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.